یا ابوالفضل ماشینم جوش آورد. این جمله ماشینم جوش آورد جمله‌ایه که توی این هوای گرم تابستونی خیلی به گوشمون میخوره. یک سری نکات مهم رو میگم که موقعی که ماشین جوش آورد مثل آهو در چمنزار گیر نکنی و یه کاری بتونی به هر حال انجام بدی، با من همراه باش. خب اولین اساسی ترین و مهمترین نکته اینه که بعد از جوش آوردن موتور ماشینتون رو به هیچ وجه خاموش نکنید. خاموش کردن موتور ماشین توی دمای بالا باعث گیر پاش کردن قطعات موتور ماشینتون میشه و اینکه شاید خاموش کنید و اصلا به هیچ وجه موتور ماشینتون روشن نشه و نیاز به تعمیر اساسی پیدا کنه. خب اولین کاری که باید انجام بدید اینه که کاپوت ماشینتون رو بکشید. همین کشیدن کاپوت باعث میشه که در ماشین رو نیمه وا بزنم که قفل نشه. همین کشیدن کاپوت باعث میشه که هوا به زیر کاپوت ماشینتون بخوره و تا حدودی سرد بشه. کاپوت ماشینم رو دادم بالا. اولین کاری که بعد از اینکه کاپوت ماشین رو دادید بالا باید انجام بدید، بعد دوباره نشتی بگردید. اگه یه وقتی دید مثلا شلنگای رادیاتور ماشینتون ترکیده و شما هرچی از بالا توش آب میریزید از پایین خارج میشه، این نشونه بدیه، نشون دهنده افزایش بیش از اندازه دمای موتور ماشین شما در هر لحظه است و اینجا باید موتور ماشین رو خاموش کنید، چون سیستم خنککاری نمیتونه کار خودش رو به درستی انجام بده. دمای موتور بیش از اندازه میره بالا و امکان آتش گرفتن موتور ماشینتون هست. اما یه وقت میبینید که مثل الان نشتی شما پیدا نمیکنید و احتمالاً اینجا جا ایراد از ترموستات ماشینتونه. میرید توی ماشین، میرید داخل ماشین، اگه کولر ماشینتون روشن خاموشش میکنید، میذارید روی حالت بخاری و فن ماشین رو تا آخرین درجه باز میکنید. دلیل این کار چیه؟ این کار باعث میشه که آب داغی که توی موتور ماشین شما جریان داره بره توی رادیاتور بخاری و هوای داغ توسط این فن به داخل ماشین هدایت بشه و این کار تا حدودی از دمای آب موتور ماشین شما کم میکنه. همیشه هم سعی کنید حداقل یه دونه از این شیشه های بطری نوشابه خانواده آب توی صندوق عقب ماشینتون داشته باشید که توی فصل گرما خیلی به کارتون میاد. در بطری آب رو باز کنید و کم کم روی قسمت رادیاتور ماشینتون رو با آب خیس کنید اونقدری که دمای موتور ماشینتون به حالت طبیعی برگرده. اگه مشکل جوش آوردن ماشینتون خیلی حاد بود، یعنی نمیتونستید باش ادامه مسیر بدید، مجبورید که حالا یدکش بگیرید و خودتون رو به تعمیرگاه برسونید. اما اگه دیدید که مشکل جوش آوردن ماشینتون خیلی نیست، یعنی آمپرش خیلی به سرعت بالا نمیره، میتونید با همین روش خنک کردن با آب هر چند کیلومتر صبر کنید، هر 1 کیلومتر 2 کیلومتر صبر کنید، خنکش کنید و خودتون رو به یک تعمیرگاه برسونید و سعی کنید که روی سایر اجزا و قطعات زیر کاپوت ماشینتون آب نریزید که خیلی خطرناکه و آسیب میرسونه. مرسی از نگاه زیباتون. سعی کردم که این ویدیو خیلی مختصر و مفید و کوتاه باشه. قبلتر من یه ویدیوی کامل راجع به جوش آوردن موتور ماشین و این داستانا ساختم. این ویدیو صرفا واسه این بود که کسایی که اون ویدیو رو ندیدن سریع با دیدن یک ویدیوی کوتاه متوجه داستان بشن و بتونن یه کاری انجام بدن که آسیب نرسه به موتور ماشینشون. لایک و سابسکرایب و فالو زنگوله فراموشتون نشه. امیدوارم که این ویدیو به دردتون بخوره و براتون مفید بوده باشه. خیلی مخلصیم، منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید. کامنت فراموشتون نشه.